فناوری پیشرفته FSR 4، عملکرد ری تریسینگ بی‌نظیر و تجربه گیمینگ عالی، رهاورد نسل جدید کارت گرافیک‌های رادئون RX 9070 XT و RX 9070 که امروز به صورت رسمی بررسی‌هاشون منتشر شده. هر دو کارت 9070 XT و 9070 بر پایه معماری 4 نانومتری RDNA 4 ساخته شده و مجهز به 16 گیگابایت حافظه از نوع GDDR6 هستند. کارت RX 9070 XT از نظر عملکرد گیمینگ در رزولوشن 2K بدون ری تریسینگ فعال به طور متوسط تا 10% سریعتر از RTX 4070 Ti سوپر عمل میکنه و با ری تریسینگ فعال هم در اکثر بازی‌ها بین 1 تا 3% عملکرد بهتری نسبت به رقیب انویدیا خودش داره. کارت RX 9070 هم در دقت 2K بدون ری تریسینگ تقریبا تا 13% قوی‌تر و با ری تریسینگ روشن هم بین 1 تا 5% در اغلب بازی‌ها عملکرد بهتری نسبت به RTX 4070 سوپر داره. مفتخریم اعلام کنیم فردا همزمان با عرضه جهانی این دو کارت گرافیک، مدل‌های پرایم و تاپ گیمینگ ایسوس با ضمانت 36 ماهه الماس رایانه ایرانیان از طریق نمایندگان فروش ما در سراسر کشور در دسترس شما عزیزان قرار خواهد داشت. الماس رایان ایرانیان، یک راه ساده برای اطمینان.